جوان کیست و جوانی چیست؟ جوانی مهمترین مرحله زندگی یک انسان است. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شیبة. خداوند ذاتی است که شما را از ناتوانی آفرید، سپس بعد از ناتوانی شما را نیرومند گردانید، سپس بعد از نیرومندی باز شما را ناتوان ساخت و پیری به سراغ شما آمد. خداوند آنچه را بخواهد می آفریند و اوست همان ذات دانا و توانا. الله پاک زندگی یک انسان را به 3 مرحله تقسیم می کند: طفولیت و کهنسالی، و از این 2 مرحله به عنوان مرحله ضعف و ناتوانی تعبیر می کند، اما از مرحله جوانی به عنوان مرحله قوت و توانایی و انرژی تعبیر می کند. جوان به عنوان ستون فقرات یک جامعه معرفی شده. جوان کسی است که بهترین قصه قرآن را به خود اختصاص داده که یوسف علیه السلام است. نحن نقص علیک احسن القصص، ای پیامبر ما به تو بهترین حکایت را حکایت می کنیم. جوانان کسانی هستند که زمان عده‌ای از جوانان در مقابل آن حکومتی ظالم استاد می شوند و بر ایمان خود استقامت و پایداری می کنند که در سوره کهف ذکر شده. الله پاک می گوید انهم فتیة آمنوا بربهم و زدناهم هدی. بیگمان ایشان جوانانی بودند که به پروردگار خیش ایمان آوردند و ما بر هدایتشان افزودیم. و پیامبرش این را برای ما سنت می کند که در هر جمعه این سوره را باید ما بخوانیم و از زندگی و استقامت آنها پند بگیریم. و جوان کسی است که در تمام عصور و زمانه مورد تهاجمات دشمن قرار داشته است و امروز ما این را می بینیم. مهمترین اشخاصی که مورد تهاجمات و حملات دشمن قرار دارند از طریق رسانه ها و یا از طریق صفحات اجتماعی و یا از هر طریقی که ما مد نظر بگیریم جوانان هستند. چرا؟ چون با متزلزل شدن یک جوان یک امت سقوط می کند، چون جوان یک فرد نیست بلکه یک امت است. ان ابراهیم کان امه، ابراهیم یک فرد نیست بلکه یک امت بود. پس با متزلزل شدن و شکست خوردن یک جوان یک امت متزلزل می شود و همچنین با موفق بودن یک جوان یک امت موفق و کامیاب و پیروز است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.